درود و سلام به بینندگان و کاربران رادیوی آزادی هم در سامانه و هم در شبکه‌های اجتماعی. اینک در صحبت ما قرار دارند هنرمندی به همتا و شناخته ملت تاجیک. یعنی گفتم ممکن است که گردآفریدی هم صحنه هنر و تئاتر و هم گردآفریدی این زمانه مردم تاجیکستان سایرام ایساییوه. همه سامانه های اطلاعاتی، همه شبکه های اجتماعی و همه هواداران هنر و تئاتر و سینما از شما صحبت میکنند و شما را در هر کجا هم غایبانه و هم شاید حضورانه شما را تبریک و تهنیت میگویم. ما نیز از این فرصت استفاده برده شما را تبریک و تهنیت میگویم. و تشکر. آیا درست است که همین جایزه که شما از جمهوری همسایه ما ازبکستان گرفتید یکی از جایزه های بهترین هم کاری و هم زندگیتان بود؟ ممکن درست باشد، لیکن سر و اسرارش رو نمیدونم. ممکن باز بعد از این فستیوال که اکنون هر سال 28 سپتامبر در شهر تاشکند میگذرد، ممکن از این هم بلندتر حالا جایزه ها پیدا شوند. بنابراین حالا حاضر همین جایزه یکی از جایزه های بهترین و من البته فخر میکنم که در قطار ستارگان جهانی منی سهرمکی خردکک سزاوار این جایزه شده. لیکن ندونم اصلی باشد که بیشتر همین در شبکه‌های اجتماعی همین جایزه تان همراه با آن مبلغی که سپاریدن با همون یاد میکردن. در گذشته همین گونه جایزه هایی که چنین مبلغ هم داشت گرفته بوده؟ ما همه نظر میدونیم که معاش ما بسیار پست است، ممکن از این نقطه نظر، لیکن برای من مبلغ اساس نبود. برای من همین جایزه اساس بود که توجه آنها نسبت صنعت زنی تاجیک، چطوری که شما گفتید گردآفرید تاجیک، اوچه تاجیک، حاضر من در صحنه بی تاجیک، و من اساس همین بود که از تاجیکستان و من فخر میکنم که من پرچم تاجیکستان را برداشتم. اما جای خوندم که از این پیشتر هم پرزیدنت پیشین ازبکستان اسلام کریموف به شما یک جایزه دیگر هم داده بودند در چند سال پیش. این در دور اسلام کریموف نبود. اسلام کریموف وقتی که ازبک فیلم خواستن فیلم ötkent kunlar عبدالله قادری که کتاب هر یک ازبک است در ازبکستان، اون کس گفته که همون هنرپیشه‌ای که نقش نادره رو بازی کردگی همون هنرپیشه دعوت کنیدون به این نقش و همین خیلی هم شد. ازبک اویم میگفتن. ازبک اویم ازبک اویم это мать узбеков، مادر ازبک ها. این کس مادر عروستان بیکاییم است. السلام علیکم. السلام علیکم کریم جان، خوش آمدید. سلام خیران نشان دخترم، با دیدن دیداری عزیز اومدیم. کنی شناس شو خدایمان مهربانو. دختران این کس خیلی زیبایند. این کس ینگاتون حنیفه بانو، همسایه‌مان شرافت چیور. این کس ماهینه بانو. من جایزه گرفتم سال 2019 و جایزه آلپین خمورو سپردند. همای تیلاگین ها که راست گپ اون وقت حقیقتا من در حیرت بودم که بعد از همین قدر سال دعوت شدم باز به ازبکستان و این فستیوال و همین چیز رو به من سپاریدن. یعنی اون زمان اسلام کریموف نه پرزیدنت نوین، پرزیدنت نوین ها شوکت میرزیوی. شما حالا گفتید که آخرین نقشی که بازیدید همون
نقشه. در فیلم اوتکن کنلر ها با نام ازبکایی من. نقشه بازی کرده و این 30 سال پیش بود. قریب 30 سال بله، پیش قریب 30 سال پیش. و چی شد که همین رشته کنده شد؟ رشته کنده شدگی نه، برای من رشته کنده شدگی نه، برای من سرحدها دویم شده و من فکر میکنم که اون رشته پوسیده که سرحدها رو دوخته بستن، این رشته های چخیل گویم که عمرش کوتاه. بله. بنابراین کنده رشته ها برای من سرحدها پوشیده نبود و عموما به ما به ملت تاجیک به تاجیکستان این سرحدها پوشیده نبود. خیلی مرور زمان که لازم بود با نمیدونم با کی این لازم بود، لیکن دوستی ما هیچگاه کنده نبود، رفت آمدی ما کنده نبود. من نه فقط در فیلم ها لیکن بیرون از این من رفته در ازبکستان طبابت هم کردم، اپراسیون ها هم گذراندم. بنابراین برای من سرحد نبود و بهترینش بود در همین فستیوال همین چیز بود که بسیار دولت ها زیاده از 50 دولت در اونجا اشتراک کردند، قریب 3000 مهمانان دعوت شده بودند و اساساً همین شرطنامه ای که بستن بین ازبک فیلم و تاجیک فیلم، این به نوار گرفتن فیلم درباره جامعه و نوایی. شما برای نقش آفری دعوت کردید؟ به نقش آفری باید یکش کمارا کمالوه رژیسور، من با وی همکاری کردگی بودم در فیلم بخت بیگانه و دیگرش علی کمرویف که در فیلم لک های سفید بعد از خاموشی نمی شود، همین ازبک فیلم لک های سفید دعوت کردن که وی فیلم قریب که عمر ندید، برای آن که بسیار موضوع بسیار تیزتون بود، دور رشید بود، در رو با پولک گرفته ماندند. در سال شوروی، در سالهای شوروی نمایشش مثلا ممنوع کرده بودن برای آن که موضوع تقدیر زنی که شوهر داشت لیکن شوهرش رو دوست نمی داشت، دیگر بچه رو دوست می دارد و این محبتش رو روی روز در دهه از دهات به خودش روی روز استوری محبتش رو در نزد شوهرش رو خیش اقربا روی روز می گوید. به همین خاطر گفتن که نه هیچ ممکن نه که زنی ازبک در دهات خیلی رفتار کند، این هیچ ممکن نه گفته بعد در رو گشته ماندن. شما مثلا همکار و همکسبای زیاده داشتید هم از زمان شوروی و هم استقلالیت، مثلا میبینیم که بعضیشون در روسیه، در قزاقستان از همین کسب یک آبروی و محبوبیت خودشونه بیشتر کسب کردگی هستند. شاید این ربط دارد به وضعیت اقتصادی یا شاید نمیدونم همونجا فکر میکنند که حالا هم تماشابین خوبی هست که اون را تماشا میکنند، چون که همین مسئله تماشابین در طول همین گفتم ممکن است که 20 سال 25 سال اخیر خیلی یک موضوع داغ برای تئاتر، برای کینو هم هست. اگر گوییم که برای چی بیشتری مردم به دیگر دولت می روند، به روسیه بسیار در اومد، حاضر هر یک کس آزاد می تواند انتخاب کند که کجا سفر کند، در کجا کار کند. حاضر پیش از همه پرابلم من جاده من صنعت دارم، این پرابلم کادرها چی در ساحه تئاتر، در ساحه سینما. جهت تکنیکا من فکر میکنم که تکنیکا در جاده سینما بهترین تکنیکا ها هست و حاضر تهیه‌گران بسیار عجیب هست. همه پرابلم فقط پرابلم سناریو، در سینما سناریو، در تئاتر این پیسه. یک نوگانیه که در تئاتر هست و هم در کینو هم خیلی هست، این به طور آنلاینی به طور مستقیم پخش کردن در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت است. مثلا ما بسیار همیخیل با تنقیدها بخصوص شما مواجه میشوید که چرا مردم به تئاتر نمی آید.
و وقتی با همون جوانهایی که به همین اقدام دست دادن گفتن که وقتی مردم نمی آید ما به نزد مردم باید رویم و همین اقدامی که تئاتر رو آنلاینی کردن یا تئاتر و همین سینما رو مثلا مخصوص به یک تالار دعوت کردن نیو مثلا در تمام گوشه دنیا نفرهایی که همین کینو رو یا همین صحنه تئاتری رو این پیس رو مثلا دیدن میخوان در شبکه‌های اجتماعی در اینترنت دیدن به همین اندیشه به همین تشبث شما چی نظر دارید؟ آنلاین برای سینما قبول لیکن برای تئاتر برای من قبول نیست و اون چیزی که گفتید که یعنی که ما باید به نزد خلق رویم با سینما ممکن رفتن لیکن با تئاتر مردم تمام به تئاتر نمی آید بگذار تئاتر در آنلاین فقط باشد نباشد تئاترهای دولت باید ما پوشیم با اندیشه شما ذوق تماشابینی فرض کردیم 40 سال پیش یا 50 سال پیش با امروزه چی فرق داره؟ تماشابین اساساً به تئاتر میرفت و کینو تئاتر میرفت خود تلویزیون کم بود خیلی این چیزها زیاد شدند ذوق تماشابین زیادتر شد اینترنت پیدا شد من با اینترنت با خیلی که حضور شما آنلاین حضور گپ زدید من این چیزها که پیدا شد همه مردم ذوقش به این طرف رفت به تئاتر توندمی که سرورانی تئاتر تشکیل نکنن قریب که تماشابین نمی بیاین همچون سایرام و همچون یک هنرمند تئاتر و سینما معرفی شدنتان نقش کدام کارگردان بارز میدونه؟ استاد اولین من در سینما این بوریس لیسیچ کیمیاگر بعدتر وقتی که من تجربه پیدا کردم با دیگر تهیه‌گری فیلم استادها استادی اومد اساسگذار سینمای تاجیک کامل یورماتوف همکاری کردم دیک سبیتوف پولاد فایزیف علی کامرویف ایلور اشمخمیدوف آگیشوف انوار تورایف طاهر صابیرов مارگاریتا قاسیمова خیلی فکر میکنم که تهیه‌گری نبود که من با وی همکاری نکرده باشم بجان گد بخوانند بجان که باوی بله دست افتادی رهایی مجوی چرا جنگ جویی توی ماه روی نیامد به دامن بسانی تو گر در همین تئاتر طول چند سال همچون سر کارگردان شده کار کرده ولی طول 10 سال اخیر به قول استافت رو منبر رو به جوانان داده از این چیز شما خوشحال هستید یا اظهار نگرانی هم دارید؟ سرریزور شدنم این ناگهانی بود همون وقت اوبیجان نظرف به دوشنبه رفت شرطنامه برزو عبدالرزاقوف به آخر رسید و تئاتر معلق ماند بعد قاسم جان رهبرش قاسم
دعوت کردن و گفتن که سایرام شما میگویید که تئاتر این اویله من اویلتون ویران شد. من گفتم که نه قسم جرا باشه اویله هیچگاه ویران نمیشود. بین اکنون من حاضر تئاتر به سرور ماند. تئاتر رو قبول کن گفتند. بعد من گفتم که نه قسم جرا باشه من تئاتر قبول نمیکنم. من ایجادکار و من کرسی در کار نه. بعد ویا گفتن که چی با تو رد کر شدی؟ بعد من گفتم که قاسم جان را بارج من به دولت قرضدار نه لیکن دولت به من قرضدار. که ویا گفتن که چقدر به قرضدار؟ من گفتم که من یک تصایر میسایم. من احتیاط کنید من کادر تربیت کنم. حاضر من همین کار کرده ایستادم در اکادمی موسیقی من در دیگر جا درس داده ایستادم من کادر به تئاتر بیارم. برای اون که به تئاتر مضافات از مرکز کم جوانان میبیاند میروند برای اون که در تئاتر با یک معاش زندگی کردن در کار دیگر شرایط امکانیت نیست. بغیر شما هم همسرتان اسلام سلام و هم دخترتان سعادت اسلام و در همین تئاتر یک چهره های شناخته و هم در عالم سینمای من تئاتر تاجیک یک شخصیت های شناخته بودند. ولی در طول 6 سال آخر شما هر دو اینها را از دست داده. این برای کار و برای زندگی شما چه تاثیر رساند؟ تاثیرش همین که دو تا قنات من فرامد لیکن راه افتاده نشدم. بعد از این بدبختی خانه اساسی من تئاتر شد. در خانه دومی من تئاتر بود. حاضر خانه اولینی من این تئاتر اساسی اینجا هم نفسای من هم سالهای من برای من هم قوت هم تمام هستی من. سال آینده و البته بعد یعنی یک ماه شما به سن مبارک 80 سالگی قدم می‌نهید. التماس نگویید یعنی به عین جوانی به عین جوانی شما قدم می‌نهید و در این سن و سال برای هوادارانتان چی هدیه ها و چی تحفه های هم در نظر دارید؟ البته من منظورم تحفه ایجادی است. تحفه ایجادی آرزو میکنم که کروش کبیر رو به صحنه گذارم. خدا اگر سلامتی دهد صحت سلامت باشم در دلم آرزو بینید بسیار. البته با ازبک فیلم حاضر با 2 فیلم دعوت شده من خیلی نونو نصیب. در پایان همین صحبت زیبای ما من میخواستم برای آنکه یک بار دیگر تماشابینان سایرام عیسی را شناسند یک نقشه کوتاهتان است. دلخواه نقشه هایتان یادآوری میکردید خیلی جالب میشد. ساده چی گفت؟ وای چی گفت؟ وای توبه این موره این شگدو نشده مور؟ انایو در روزی روشن لیس کرد می؟ لیس کرده ایستوده است. وای مادر جان زودتر اینجا بیاید. بیاید مادر جان در روزی روشن لیس کرده ایستوده است. هیچ شگدو نشده مور. ای توبه کردم. سرحد را پیشید شرمنده شدیم.